تمرین شماره 45. دو تا نوت همزمان گذاشته با هم روی حامل که دوبل هست، دو دستی هست، دو دست همزمان باید ضربه بزنه. توی تمرین 45 اگر دقت داشته باشین نوت اولش توم هست با نوت میانه که خب وقتی توم دست راست اجرا میکنه طبیعتاً میانه رو باید دست چپ، میانه چپ اجرا کنه. دو تا نوت بعدی بک هست که باز هم بک مخصوص دست راسته، نوت میانه رو هم دست چپ باید اجرا کنه. پس توم و چپ با هم و بک و چپ ستایی میشماریمش، میشه توم بک سکوت، سه تمرین شماره 46 هست توم و چپ، بک و چپ، سکوت، بک و چپ، بک و چپ و سکوت. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. تمرین شماره 47 هست توم بک چپ توم بک و میانه، بک و دست چپ با هم. شماره 3 مونم سکوت هست. 1 2 3 1 2 دو تا دست با هم همزمان. شماره 3 هم سکوت. 1 2 3 1 3. شماره 48 هست نوت توم و چپ، توم بک چپ بک و چپ بک چپ دوباره توم و چپ با هم، توم بک چپ توم چپ همزمان، بک و چپ هم همزمان. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 سکوت. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3